میدونی خطرناکترین پدر و مادر کیا هستن؟ پدر و مادر کامل. یعنی چی؟ تا آخر این پست همراه من باش بهت بگم. خیلی از والدین فکر میکنن بهترین کار اینه که همه نیازهای فرزندشون رو برآورده بکنن، اما واقعیت اینه که این کار کودک رو ناتوان و وابسته بار میاره. نقش ما به عنوان والد این نیست که قهرمان کارهای فرزندمون باشیم. نقش ما اینه که بهشون یاد بدیم که قهرمان زندگی خودشون باشن. پدر و مادر کافی با تأمین نیازهای اساسی و ضروری فرزندشون بهش فرصت رشد و یادگیری و تجربه رو میدن. اما پدر و مادر کامل کودک وابسته تربیت میکنه که حتی برای انجام کوچکترین کارها احتیاج به حضور پدر و مادره و حتی باورش بر اینه که بدون حضور پدر و مادر زندگی امکان نداره. یادمون باشه که کمالگرایی توی پدر و مادر نه تنها باعث رشد کودک ما نمیشه، بلکه جلوی استقلالش رو هم میگیره. فرزند ما پدر و مادر کافی میخواد، نه پدر و مادر کامل.